بنده سفارش دارم به ستاد انتخاباتی خودم. خواهشم بنرها و پوسترها رو خوب و مرتب جمع کنید و اتو بزنید تا برای دور بعدی سالم بمونه. خطاب به مردم همیشه غایب هم میگم که نمیفهمم چرا به من رأی نمیدید. در هر صورت که زندگی شما تغییر نمیکنه، لااقل رأی میدادید که زندگی من عوض بشه. حرف آخرم هم رو به مقام عظماست که ما انقدرها هم به درد خور نیستیم، ما رو دور ننداز. این آخرین فرصت من برای کاندیداتوری بود. نظام داره به فنا میره. دلمون به همین کاندیداتوری خوش بود که اونم تموم شد.